سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید. امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطور بتونیم از این کاراکترهای ثابت بسازیم و چطور تبدیل به ویدیوش کنیم. خب ابتدا از جمینای شروع میکنم. پرامپتی که مخصوص به ساخت عکس هستش به جمینای میدم و از طریق نانو بنانایی که در واقع نانو بنانای پرو عکسمو تولید میکنم. من پرامپت مخصوص تولید عکسم براتون داخل دیسکریپشن گذاشتم که بتونید راحت دسترسی داشته باشید و استفاده کنید. خب اینجا عکس من تولید شد و از این قسمت عکسمو دانلود میکنم و منتظر میشم که عکسم دانلود بشه. خب دوستان، بعد از اینکه عکسمون تولید شد و در واقع عکسمون رو ساختیم و دانلودش کردیم، من برای ساخت ویدیو از سایت فلو استفاده میکنم که بتونیم با در واقع وو تیری عکسمون رو بسازیم. قبلا یه دونه ویدیو آموزشی براتون گذاشته بودم، راجع به این سایت مفصل براتون صحبت کرده بودم که به چه صورت میتونیم ویدیومون رو بسازیم و چقدر کردیت رایگان بهمون میده. خب از این قسمت من روی فریم تو ویدیو قرار میدم و عکسی که ساختم و اینجا براش آپلود میکنم تا بتونم در واقع ویدیویی که میخوام رو براش بسازم. خب اینجا عکسمو کراپ میکنم و پرامپتی که مخصوص به ویدیو ساخت ویدیو هستش و اینجا براش پیست میکنم. من پرامپت مخصوص ساخت ویدیو رو داخل دیسکریپشن میذارم که بتونید دسترسی داشته باشید و استفاده کنید. ببینید دوستان، این قسمت رو شما میتونید در واقع دیلیت کنید و هر جمله‌ای که مد نظرتون هستش در واقع کاراکتر داخل ویدیو بخواد اون اصطلاحاً لیپ سینک کنه و بگه رو اینجا قرار میدید. خب من جمله‌مو تکمیل کردم، براش میفرستم تا منتظر میشم تا ویدیوی من ساخته بشه. هولوش تقریبا 2 دقیقه تا 4 دقیقه زمان میبره دوستان ویدیو ما تولید بشه. منتظر میشم تا ویدیو من تولید بشه. شبچه ها خیلی مخلصیم. لایک و سابسکرایب یادت نره. ویدیو من اینجا ساخته شد و کلیک میکنم که ویدیو ساخته شده رو برای من نمایش بده. به همین صورت شما میتونید کارتون رو انجام بدین. منو ایمان ساخته. لایک و سابسکرایب یادت نره. خب دوستان، دیدین چقدر ساده و راحت ما ویدیومون هم تولید کردیم. شما میتونید در واقع هر کاراکتری، هر در واقع مشخصاتی که مد نظرتون هست اون کاراکتر ثابتتون رو تولید بکنید، بسازید داخل جمینای و داخل سایت فلو با وو تیری بتونید تبدیلش به ویدیو بکنید. خب من یه عکس دیگه ساختم، یه عکس دیگه تولید کردم با مشخصات دیگه و این جمله‌ای که داخل ویدیو گفتم میتونید تغییرش بدید و یه جمله دیگه بهش دادم و مجدد برای ساخت ویدیو اینجا کلیک کردم تا یه دونه ویدیو دیگه برای من بسازه. خب این ویدیو من ساخته شد و ملاحظه میکنید دقیقا همون چیزی که میخواستم انجام شد. امیدوارم از این ویدیو نهایت لذت رو برده باشید. اگه تو هم میخوای از این ویدیوهای خفن بسازی تا آخر این آموزش همراه من باش.